در شریعت‌های پیشین انجام نماز تنها در جایهای خاص و در عبادتگاه‌ها روا بود و اگر لباس آنان به نماز می‌شد باید جای ناپاک را بریده می‌پرداختند و این گونه دیگر احکام وزنینه که طبق حکمت خداوند بر آنها قانون گذاری شده بود. اما خداوند مهربان برای امت آخرین همچون تکریم و گرامی داشت آنان شریعت را قانون گذاری کرده است که موصوف به سهولت و آسانی است. همه احکام و ارکانش آسان و در دایره قدرت و توان بنده است. هر آن چیزی را که خداوند از بنده طلب نموده است در دایره توان بنده است، می تواند آن را انجام دهد. بنابراین در شریعت آخرین نمازگزاران در هر کجا که میسر شود می توانند نمازشان را بخوانند. لباس بینماز شده با شستشو دادن پاک می گردد. خداوند برای بندگان فریضه های حتمی سپارش داده است، ولی آنان را از زیادروی در طاعت و عبادت و به مشقت گرفتار کردن خود در ادای نافله ها منع نموده است. از 50 وقت نماز که نخست در شب معراج فرض گشته بود، خداوند آن را به 5 وقت فراورده آسانی آورده است. در میان 12 ماه تنها 1 ماه روزه‌داری را از ما طلب نموده است. اگر شخص آب نیابد و یا آب سرد باشد و به سلامتیش زیان داشته باشد، به او اجازه داده است که با خاک پاک تیمم کند. اگر در حالت سفر باشد نمازهای 4 رکعته را 2 رکعت بخواند و اگر روزه‌دار باشد می تواند روزه‌اش را بخورد. راست ایستاده نماز خواندن شرط است، زیرا به پا راست شدن یکی از رکنهای اساسی نماز است. ولی اگر بنده در حال مریضی و بیمداری باشد گفته است نشسته و اگر توان نشستن هم نداشته باشد گفته است که با اشاره نماز گذارد. اگر نمازگزار جهت قبله را گم کرده نداند که کدام طرف است، هر طرفی که دلش گواهی دهد برای او قبله است. اگرچه بعداً معلوم شود که قبله آن طرف نبوده است، گفته است نمازت جایز است. از بس که زن عادتاً به امور خانه‌داری و خدمت شوهر مشغول است، خداوند نماز جمعه و جنازه را از عهده او ساقط نموده است. این عبادتها را تنها به مردان فرض نموده است. اگر شخص در حالت سخت گرسنگی و یا حالت سخت تشنگی قرار گیرد و خطر تلف جان باشد و بجز گوشت‌های حرام و یا بجز عرق چیز دیگری نباشد، چون این نفر در حد ضرورت رخصت دارد از آن گوشت تناول کند، تشنه از آن عرق بنوشد تا زنده بماند. خداوند صدها بلکه هزارها نوع نوشاکی را حلال گفته، یک نوعی که عقل شخص را میبرد و بر صحتی و نیز بر مال و زندگی او زیان دارد حرام نموده است. صدها نوع گوشت را حلال نموده، تنها گوشت حیوانهای وحشی و یا آنی که طبیعتاً پلید است و در ترکیب گوشتش ضررها موجود است حرام گفته است. پس آسانی در همه پهلوی شریعت دیده می شود. خداوند در قرآن کریم بعد بیان نمودن آسانی ها برای بیماران و مسافران و رخصت دادن به آنها که می توانند روزه‌شان را خورند و بعداً گیرند فرموده است: یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. خداوند برای شما ای بندگان آسانی می خواهد و هرگز برای شما دشواری نمی خواهد. سوره بقره آیه 185. دوستی عزیز، در این آیت عمیق‌تر تأمل نما. ببین که خداوند مهربان به جمله به شما آسانی می خواهد اکتفا نکرده، باز این معنا را به شکل دیگر به شما دشواری نمی خواهد گفته این معنا را خداوند تکرار کرده است تا مسلمان داند که خداوند مهربانی دارد که از والدین و فرزند و هر عزیزترین و نزدیکترین کس او به بنده‌اش مهربانتر است و برایش نیکی و خیر و سعادت می خواهد. به این خاطر برایش دین
یعنی برنامه زندگی عطا نموده است که اگر طبق آن عمر به سر برد در هر دو عالم به سعادتمندی و سربلندی می رسد.